سلام بینندگان عزیز، علی جان علیف، آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی تیم اینترنشنال با شما هستم. اگر شما ما را زینه به زینه پیگیری نموده ایستاده باشید، ما درس های پیشینه با شما درباره چگونه ساختن جمله ها در فعل تو بی کمی معلومات داده بودیم و درس های اول یا درس های دومی ما درباره جمله های خبری و درس های سومی ما درباره جمله های انکاری، درس های چهارمی ما درباره جمله های سوالی، درس های پنجم ما درباره جمله های کلمه های سوالی دار ما با شما کمی معلومات دادیم و اینک امروز تصمیم گرفتیم که همین فعل تو بی رو با پررگی با شما باز یک بار دیگر فهمانیم که تا اینکه شما در این باره معلومات بیشتری پیدا نمایید. در تمام زبان ها، در زبان انگلیسی، روسی، زبان تاجیکی 4 گونه جمله سازی ها میشد: جمله های خطابی، جمله های پوزیتیو، جمله های خبری، جمله های نگاتیو، جمله های انکاری، جمله های کوشن، جمله های سوالی، جمله های کوشن وردز، جمله هایی که کلمه های سوالی در داخل خود دارند. و اینک گویم ما تصمیم گرفتیم که هر یک اینها رو باز برای شما باز یک بار دیگر به پررگی فهمونیم. در زبان انگلیسی 4 نمود جمله می شود: جمله های پوزیتیو خبری، جمله های نگاتیو انکاری، جمله های کوشن سوالی و جمله های کوشن ورد، یعنی جمله هایی که کلمه های سوالی در داخل خود دارد. اینک شروع میکنیم درس خود را. Positive, negative, question, WH question. خب جمله های پوزیتیو دقت کنید. وقتی که ما جمله میسازیم اولا ما حتما در مد اول سابجکت رو استفاده می‌کنیم. سابجکت که من، تو، و ما، شما، آنها. بعد از سابجکت من، تو و شما، آنها ما حتما فعل تو بی رو استفاده می‌بریم. I, you, he, she, it, we, you, they. I ما حتما در جمله های در جانشین های I همه وقت ما فعل تو بی ام رو استفاده میبریم. در جانشین های I ما همه وقت فعل تو بی ام رو استفاده میبریم. I am a student. من دانشجو هستم. جمله خبری ما خبر داده شدیم. I am a student. You ما you، تو یا اینکه you شما. you در زبان انگلیسی هم تو رو و هم شما رو ifade میکند. ما همه وقت دائما در جانشین you فعل to be are رو استفاده میبریم. You are a footballer. تو فوتبالیست هستی. You are a footballer. تو فوتبالیست هستی. He, she, it. He وای مرد رو ifade میکند. She او زن رو ifade میکند. It این حیوان یا اینکه اشیا رو ifade میکند. ما برای he, she, it تنها فعل to be is رو استفاده میبریم. He is a doctor. وای دکتر است. She is a nurse. او همشیره است. It is a computer. این کامپیوتر است. We, you, they. اینها جانشین های شکل جمع باشند. We ما، you شما، they آنها. حتما ما در جانشین های شکل جمع دائما فعل to be are رو استفاده میبریم. We are students. You are teachers. They are doctors. اینک با دوستی اگر شما نگرید اینجا ما سوفیکس s رو داریم. سوفیکس s شکل جمع اسم ها رو میفهماند. You are student. شما. We are students. ما دانشجو هستیم. You are teachers. شما معلم هستید. They are doctors. آنها دکتر هستند. این بود جمله های فعل تو بی، جمله های خبری پوزیتیو. اینک جمله های نگاتیو رو نگاه میکنیم. جمله های نگاتیو جمله های انکاری میباشند. تنها به شما لازم میآید حصهچه not رو علاوه کنید بعد از فعل تو بی. I am not a teacher. من معلم نیستم. I am a teacher. من معلم هستم. I am not a teacher. من معلم نیستم. You are not a student. تو دانشجو نیستی. You are a student. تو دانشجو هستی. You are not a student. تو دانشجو نیستی. He is not a doctor. وای دکتر نیست. He is a doctor. وای دکتر هست. He is not a doctor. وای دکتر نیست. She is not a waitress.
او پیشخدمت زن نیست. waitress پیشخدمت زن می باشد. she is not a waitress. why پیشخدمت زن نیست. she is a waitress. why پیشخدمت زن هست. she is not a waitress. why پیشخدمت زن نیست. it is not a phone. این تلفن نیست. اگر ما گوییم که این تلفن است it is a phone. تنها ما خب حیثچه نوت رو از بین میبریم. we are not hungry. ما گرسنه نیستیم. you are not thirsty. شما تشنه نیستید. they are not tired. آنها خسته نیستند. اینجا ما گوییم که سوفیکس اس را نداریم. برای چی؟ چون که ما تنها سوفیکس اس را ما تنها بعد از شکل جمع اسم ها استفاده میبریم. اینجا hungry, thirsty, tired اینها صفت میباشند. hungry گرسنه، thirsty تشنه، tired خسته. we are not hungry. ما گرسنه نیستیم. با ما سوفیکس اس لازم نیست چون که ما سوفیکس اس را تنها در پس از شکل جمع اسم ها استفاده میبریم. پس از صفت ها ما سوفیکس نمیمونیم. ما گرسنه ها، تشنه ها هیچگاه نمیگوییم. we are not hungry. ما گرسنه نیستیم. you are not thirsty. شما تشنه نیستید. they are not tired. آنها خسته نیستند. خب اینک میگذاریم به قسمتی کلمه های جمله های سوالی. با ما چی لازم می شود؟ وقتی که ما میخوایم جمله های سوالی بسازیم تنها با ما لازم است که am is are و فعل to be را در اول بمانیم. یعنی am بعد از am subject بعد از am جانشین می آید یا اینکه بعد از I جانشین می آید یا اینکه بعد از is جانشین می آید. am I a teacher؟ آیا من معلم هستم؟ ما میگوییم که I am a teacher. من معلم هستم. این ما جمله خبری گپ زده ایستادیم. وقتی که ما am رو پیش از I میمونیم آنگاه جمله سوالی می شود. am I a teacher؟ من معلم هستم. are you a doctor؟ تو دکتر هستی. is he a taxi driver؟ وای راننده تاکسی است. is she a nurse؟ او همشیره است. is it a computer؟ این کامپیوتر است. are we students؟ ما دانشجو هستیم. are you sick؟ شما بیمار هستید. are they teachers؟ آنها آموزگار هستند. اینجا نگاه میکنیم you شکل جمع است اما ما سوفیکس اس را استفاده نبردیم. برای چی؟ برای آنکه sick بیمار میباشد. sick این صفت است. ما در صفت ها هیچگاه سوفیکس اس را استفاده نمیبریم. ما تنها بعد از شکل جمعی فعل ها استفاده میبریم. are you sick؟ شما بیمار هستید. are they teachers؟ آنها آموزگار هستند. خب قسمتی WH question یعنی کلمه های جمله هایی که در داخل خود با کلمه های سوالی دارد. مثلا کلمه های سوالی می شود what چی، where کجا، who کی، why برای چی، how old چند ساله، how چی خیل، how many چند تا، how much چقدر و دیگرها. اینجا ما کمی سوال آوردیم با what who where when how old. what چی را ifade میکند؟ ما وقتی که میخوایم درباره چیز اشیا سوال داده نشده ما حتما what را استفاده میبریم. who کی را ifade میکند؟ ما میتونیم آدم ها را بپرسیم. where ما وقتی که میخوایم جای را بپرسیم حتما ما کلمه where که سوال میتیم. خب when وقت را ifade میکند. how چگونه رفت عملیات را ifade میکند. how old چند ساله بودن را یعنی سن سال را ifade میکند. what is your name؟ نام تو چیست؟ who are you؟ تو کیستی یا اینکه شما کیستید؟ where are you؟ شما در کجا هستید یا که تو در کجایی؟ where are you from؟ شما از کجا هستید یا اینکه تو از کجا هستی؟ when is your birthday؟ زادروزی تو کی است؟ how are you؟ شما چی خیل هستید یا اینکه تو چی خیل هستی؟ how old are you؟ تو how old are you؟ شما چند ساله هستید یا اینکه تو چند ساله هستی؟ این بود 4 گونه جمله سازی ها درباره فعل to be. معلومات بیشتر شما میتونید در درس اول هست، درس دوم هست، درس سوم هست، درس چهارم هست و درس پنجم. این بود درس ششم. ما کمی باز مفصل تر درباره فعل to be چگونه جمله ساختن بود. امیدوارم از این درس شما کمی بهره بردید و با خود چیزی گرفتید. خب نفرانی که ما رو برای اول تماشا میکنن حتما ما رو از درس های اول پیگیری نمایید و با شبکه ما ابونه شوید و پخش زنگوله رو فراموش نکنید. وقتی که شما پخش زنگوله میکنید هرگاهی که ما درس نو میمونید به شما خبر میآید و به دیگران این پیام را رساندن رو نیز فراموش نکنید. با ما باشید.